الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. بینندگان عزیز و گرامی، با همدیگر یکی دیگر از کلیپ ها و یا یکی دیگر از شبهاتی که معاندین و غیر مسلمان ها بر اسلام وارد میکنن یا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد میکنن را ان شاء الله در این بخش به خدمت شما پخش خواهیم کرد و جواب خواهیم داد. در این بخش همچنان همان فردی که قبلا هم با آن رد داده بودیم، فردی به نام شفیع عیار، با آن رد خواهیم داد و برای دفاع از حریم رسول الله صلی الله علیه و سلم و شخصیت پیامبر علیه السلام. با همدیگر کلیپ شماره 4 را میبینیم و بعدا ان شاء الله برمیگردیم و جواب این فرد را خواهیم داد. سوره قلم راجع به سواد است. آیت اول: قسم به قلم، خداوند به قلم قسم میخوره. قسم به قلم و آن چه می نویسند که تو به لطف خداوند دیوانه نیستی. با پیغمبر میگه، خداوند بزرگ میگه پیغمبر شک کرده که ولی من دیوانه نباشم. این قگپای جبرئیل هر روز میای و میره قگپا با من میزنه، بیاده بگو لمی گپا درست است. یعنی شک میکنه پیغمبر با پیغمبری خود، نه تنها بلکه به تمام همی چیزایی که شده این شک میکنه که همی گپا درست نه است، یعنی که من دیوانه نباشم، امیره من بازی نخورده باشم، فکر کنم که والا اینمی جبرئیل این چیزا خیال پلاو نباشه، در خیالم نه. مثل که با خدیجه بگه خدیجه اینی کارا میشه، همی درست است یا ما خود دیدیم یا دروغ است که حال ما پیش مردم دروغگوی نشم. خداوند بزرگ برای پیغمبر آیت رایی میکنه که قسم و قلم و آنچه می نویسند. آیت سوم که تو به لطف خداوند دیوانه نیستی. آیت سوم تو پاداش بی پایان داری و اخلاق بزرگ داری. یعنی گپایی که میزن درست، اخلاق تا اخلاق خوبه، ورخطا نشو پیغمبر، شک نکو. خواهی دید و آنها هم خواهند دید که کدام یک از شما دیوانه است. مردم دیوانه میگه، پیغمبر هم نیمه قبول کرده بود که والا نشه که راستی ما دیوانه باشیم. خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم معذرت میخواهم از شما، چون این فرد واقعا هیچ نوع احترامی و هیچ نوع تقدسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم قائل نیست و سر و جان همه من و شما فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم باد، با اینکه سر و جان من و شما بالکل بی ارزش هست ولی چیزی بالاتر از این نداریم. این فرد به اندازه احمق است و به اندازه مرتد و زندیق است که ببینیم با چی جسارت با رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مورد شخصیت پیامبر علیه السلام حرف میزنه. در موردی که این فرد میگه که رسول الله علیه السلام گویا شک کرده بودن، نعوذ بالله، و یا ای که در عقل خود شک کرده بودند، در نبوت خود شک کرده بودند، که ما در قسمت نبوت و در قسمت شک به قرآن کریم در قسمت‌های گذشته هم توضیح دادیم این بحث را مفصلا. و اینجا فقط می‌خواهیم به این نکته اشاره بکنیم که آیا چنانچه این شخص و این فرد احمق از این آیات سوره مبارکه قلم استنباط میکنه، این استنباطش درست هست یا نیست؟ یعنی منظور این بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نبوت خود به شک افتاده بودن، یا نعوذ بالله در فکر خود به شک افتاده بودن که من همه چیزها به ذهن من نیامده باشه و به هر حال از پیش خود من یک چیزی گفته باشم و نعوذ بالله و امثال اینها. یعنی غیر مستقیم این فرد یا به صورت صریح این فرد احمق و زندیق و مرتد رسول الله صلی الله علیه و سلم را متهم به جنون یا دیوانگی میکنه. اما بحث چی هست؟ الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه قلم میگه نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لك لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. الله متعال سبحانه و تعالی از پیامبر خود در این آیه در مقابل افراد مثل شفیع عیار مشرک و شفیع عیار مرتد دفاع میکنه
چون در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد بودند که پیامبر علیه السلام را متهم به جنون میکردند، نعوذ بالله، متهم به دیوانگی میکردند، میگفتند محمد علیه السلام نعوذ بالله دیوانه شده، متوجه حرف زدن خود نیست، هر چی که به دهانش میایه میگه. چنانچه این شخص و این احمق همچنین میگوید. الله سبحانه و تعالی میآید در این سوره مبارکه از پیامبرش دفاع میکنه، نه اینکه بیایه بگه پیامبر تو نعوذ بالله به این شخص شکلی که این فرد احمق میگه که به والله قسم به زبانم نمیآیه، من نمیدانم این چگونه ادعای مسلمان بودن میکنه. آیا یک شخص مسلمان در مقابل پیامبر این گونه بی ادبی صحبت میکنه و این با این الفاظ سرکوچه‌ای، الفاظی که در واقع از دهان، حتی باور کنین که من احیانا شبکه‌های مسیحی را تعقیب میکنم، افرادی که حتی مسیحی هستند، حتی با کمونیست های بیدین که اصلا دین ندارند، باور به الله بکنید که این افراد حتی اینها اینقدر بی ادب و گستاخ نیستند. تا این حد به رسول الله علیه السلام به صورت صریح در شبکه ها و در رادیوها و در کتاب ها گستاخی و بی ادبی نمی کنند. آنچه که در پنهان دارند، اما با این گستاخی و بی‌ادبی که این فرد احمق که خودش را مسلمان میگه که به والله قسم این فرد مسلمان نیست، مسلمان بودن این گونه نیست، این گونه که این فرد آمده گرفته، این فرد با این بی‌ادبی و گستاخی کاری میکنه که حتی اهل کتاب و حتی مشرکین هم نمیکردند و نکردند. با این لهجه‌ای که این فرد داره در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم حرف میزنه. مشرکین آمدن گفتن پیامبر علیه السلام نعوذ بالله دیوانه شده، متوجه حرف زدن خود نیست، هر دم یک چیزی میگه، هر دم یک چیزی میگه و هر دم یک چیزی را میگه مخالف ما. الله سبحانه و تعالی آمده در این آیه مبارکه این موضوع را رد میکنه، میگه که ای پیامبر ما انت بنعمت ربک بمجنون، ای پیامبر تو به فضل و رحمت الله سبحانه و تعالی و به این که الله متعال برای تو مرحمت کرده و نعمت فراوان الله به تو داده، تو مجنون نیستی، دیوانه نیستی. نه تنها در این آیه مبارکه که این فرد گفتیم از قرآن خبر نداره، فقط فکر کنم که بعضی از آیات را دیکته شده از طرف بادران خود میگیره و حتی میبینیم روی ورقه ها جدا جدا نوشته است، آنها را میگیره و بعد میدن دست این فرد، یا برایش ایمیل میکنن، فکس میکنن، یا میدن دستش و این هم میای سخنگوی آنهاست و همچون حرفهای را میزنه. دیگه چیزی از قرآنی خبر نداره، چیزی دیگه از قرآن آیات دیگر را خبر نداره، فقط همین مقدار را یاد گرفته، یک ترجمه هم پیش خود پیدا کرده و به هر حال حتی همون ترجمه را هم میبینیم بند میفته، نمیتونه درست بخونه. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه قلم، باز هم همین سوره آیه 51 میگه و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. مشرکین میگفتن که رسول الله علیه السلام نعوذ بالله دیوانه است، نعوذ بالله، یعنی این سابقه داشته. الله سبحانه و تعالی از پیامبرش دفاع میکنه. یا در سوره مبارکه تکویر آیت 22 الله متعال میگه و ما صاحبکم بمجنون، ای مشرکین عرب، این پیامبرش، این رسول الله صلی الله علیه و سلم، این محمد صلی الله علیه و سلم دیوانه نیست، از پیامبرش دفاع میکنه. و این تنها در مورد پیامبر نیست، مستشرقین هم همین حرف را تقریبا دارند. افرادی که به دین اسلام خودشان را برچسب به دین اسلام نزدن مثل این فرد احمق، افراد دیگری هم این به هر حال شبهات را میریزانند که چرا مشرکین به پیامبر گفتن دیوانه، شاید کدام چیزی در او دیدن، نعوذ بالله. الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان میکنه وقتی داستانهای پیامبران بیان میشه، یعنی میشود گفت که به کل پیامبران علیهم السلام، یعنی اگر به صورت کلی بگیریم این حرف گفته شده. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زاریات آیت 52 میفرماید کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. هر پیامبری که آمده این مشرکین و این افرادی که با او ضد بودن و دعوتش را نپذیرفتن، برایش گفتن یا گفتن ساحر است یا گفتن مجنون است، یا گفتن جادوگر یا گفتن دیوانه است. پس تنها این به رسول الله علیه السلام گفته نشده ای انسان احمق، ای انسانی که خودت را مسلمان میگی، به والله قسم تو مسلمان نیستی، تو خودت را فقط به اسلام برچسب زدی، وگرنه آیات قرآن کریم غیر از آن چیزی را میگه که تو آن را بیان میکنی و ادعا هم میکنی که من از قرآن حرف میزنم. کدام قرآن؟ اگر قرآنی که بر رسول الله علیه السلام نازل شده که منظور توست که این قرآن این را نمیپسندد و این چیز را نگفته، بلکه تو این را از شکم خود بیرون انداختی.
امیدوارم که بینندگان عزیز و گرامی به این نکته هم متوجه شده باشند. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.